یکی از مهمترین جلسات اقتصادی دنیا فردا جمعه 22 آگوست 2025 برگزار میشه. این جلسه که سالی فقط یک باره میتونه سرنوشت بازارهای مالی دنیا رو رقم بزنه. نتایج این جلسه میتونه روی برآیند معاملاتت خیلی اثرگذار باشه، یعنی یا تو رو خیلی سودده بکنه یا خیلی ضررده. پس دونستن این که این جلسه چیه و چه نتایجی میتونه داشته باشه قطعاً برات مهمه. امروز میخوایم راجع به این جلسه صحبت بکنیم. تا آخر ویدیو با من باش. سلام، من محسنم به کریپتو ویدمو خوش اومدی. امسال 48مین جلسه از نشست معروف جکسون هول توسط بانک مرکزی آمریکا یا همون فدرال رزرو برگزار میشه. این جلسه که اولا بگم توی لوکیشن خیلی خفن برگزار میشه، الحق و الانصاف، که واقعا خوراک جلسات اقتصادیه. توش بزرگان بازار، شخصیت‌های مهم اقتصادی و بانکداران مرکزی از سراسر دنیا جمع میشن و راجع به موضوعات کلیدی اقتصادی با هم بحث و گفتگو میکنن. موضوع امسال این جلسه چشم‌اندازهای اقتصادی در یک محیط با تورم بالا که خودش نشون میده که امسال تمرکز اصلی روی اثرات تورم بر اقتصاد جهانیه و اینکه چه سیاست‌های پولی میشه برای مقابله باهاش در نظر گرفت. وقتی صحبت از تورم میشه، موضوع مهم بعدی قطعاً نرخ بهره که این مسئله مهم برای ماست. یعنی چیزی که برای ما مهمتر اینه که بدونیم وضعیت نرخ بهره قراره چجوری باشه، کاهش پیدا کنه، ثابت بمونه، افزایش پیدا بکنه. و خب این برمیگرده به سیاست بانک مرکزی آمریکا یا همون فدرال رزرو که معمولا دو نوع سیاست رو در نظر میگیره، هاکیش و داویش. حالا این دوتا چیه؟ سیاست هاکیش که برگرفته از کلمه هاک به معنی شاهینه، معمولا یه سیاست انقباضی، تهاجمی و سختگیرانه است که توش میان چیکار میکنن؟ نرخ بهره رو افزایش میدن برای مقابله با تورم. وقتی که این اتفاق بیفته، مردم پولهاشون رو شروع میکنن ذخیره کردن و توی سرمایه گذاری های مطمئن خرجش میکنن و هزینهش میکنن و از سرمایه گذاری های ریسکی مثل بازار خودمون که بازار کریپتو باشه خارجش میکنن. از طرف دیگه سیاست داویش که برگرفته از کلمه داو به معنی کبوتره، یه سیاست انبساطی ملایمه که توش میان و نرخ بهره رو کاهشش میدن. این کاهش نرخ بهره برای کنترل و بهبود یه سری شاخصهای اقتصادی دیگه است، مثل نرخ بیکاری یا در واقع نرخ اشتغال. زمانی که نرخ اشتغال کاهش پیدا میکنه، یعنی شغل‌هایی که در ماه ایجاد شده کم میشه تعدادش، میان و برای اینکه اینو بهبودش بدن نرخ بهره رو کاهش میدن که مردم پول‌های ذخیره شدهشون رو وارد یه جورایی از سرمایه‌گذاری‌ها خارج بکنن، از جایی که ذخیره کرده بودن خارج بکنن و وارد یه جورایی چرخه تولید و از اون طرف سرمایه‌گذاری‌های ریسکی تر بکنن، مثل بازار کریپتو. قبل از ادامه اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده لایک کن. اینجا روی تمام فرصت‌های کریپتو برای کسب درآمد کار می‌کنیم و چیزهایی رو می‌بینی، می‌شنوی و یاد می‌گیری که کمتر کسی یا کمتر جایی بهش پرداخته و برات بازش کرده. پس اگه به این موضوع علاقه‌مندی، کانال رو ساب و زنگوله رو فعال کن تا به محض انتشار ویدیوهای جدید باخبر شی. از اونجایی که فدرال رزرو مدت زیادی که سیاست هاکیش رو در پیش گرفته و الان تورم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و کنترل شده و از طرف دیگه برخی شاخص‌ها تو وضعیت یه جورایی نامطلوبی قرار گرفتن و نیاز به بهبود دارن و از طرف دیگه انتظارات برای کاهش نرخ بهره خیلی زیاد شده. خصوصا خود رئیس جمهور آمریکا ترامپ بارها تو توییتر به این موضوع اشاره کرده و خود جرام پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا رو خطاب قرار داده که این کارو زودتر انجام بده. و با توجه به این که تمرکز اصلی جلسه روی تورم و راه‌های مقابله با اونه، به نظر من احتمال خیلی زیادی وجود داره که وارد سیاست‌های داویش بشیم و اشاره به کاهش نرخ بهره تو این جلسه بشه. حتی اگه شما پالی مارکت رو هم چک بکنید که یک پلتفرم غیر متمرکز، یه جورایی میشه گفت شرط بندیه که توش کاربران میان و با استفاده از استیبل کوین مثل USDC روی نتایج رویدادهای مختلف و مهم شرط بندی میکنن. اگه اونجا رو هم چک بکنید، تا حد زیادی انتظارات روی کاهش نرخ بهره قرار گرفته. با این وجود به نظرم بهتره صبر بکنیم تا نتایج این جلسه بیرون بیاد و اینجوری بهتر میتونیم روی معاملات تو سرمایه گذاریمون تصمیم گیری بکنیم. حتی خیلی ها معتقدن این ریزش اخیر بیت کوین که در واقع سقوط بود، یعنی از محدوده‌های 124,500 تا محدوده‌های 112,500 فکر می‌کنم توی چند روز ریخت،
یکی از دلایلش پیش‌خور کردن نوسانات این جلسه بود. واسه به نظرتون نتایج این جلسه میتونه چی باشه؟ کاهش نرخ بهره، ثابت موندنش یا افزایشش و چه تأثیری میتونه روی بازارهای مختلف خصوصا بازار کریپتو داشته باشه؟ نظرتو کامنت کن تا راجبش بیشتر صحبت بکنیم. در آخر هم لایک، کامنت، ساب و حمایت از چنل خودت فراموشت نشه که کلی انرژی بخشه. مراقب سلامت باش. فعلا.